سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. اسم من امیر محمده و خوش اومدین به ویدیوی این سری ماینکرافت اومدیم ضبط کنیم. و بچه ها خوش اومدین. این پارت قراره یک بازی بسیار خوبه. سریمون کریتیوه. میگید چرا؟ کریتیو نه، حالا شاید سری بعدی که سوروایوه. سری کریتیو قراره ما یه خونه توش درست کنیم. بعدش هم قراره به هر کسی که داخل جزیرمون بخواد زندگی کنه امرالد بدیم. بله. بعدش هم ما اینجا قراره توی این قسمت قراره زمینشو بسازیم که من نصف زمینو آف رکورد رفتم و تمام کردم. تایم هر ویدیو از الان به بعد فکر کنم 11 به پایین باشه، چون که من زیاد وقت ندارم بچه. ببخشید اگه دوست دارین ویدیوهای بعدی یکی از نظرات شما باشه حتما کامنت بذارین بچه های تو خونه. اوکی بچه، هر جایی که هستین قدر سلامتی خودتون رو بدونین و عالیه دیگه. خب بچه ها، منتظر یه پروژه بزرگی هم باشید. الان میگید چه پروژه‌ایه؟ خب ببینید، ما قرار یه پروژه ضبط کنیم. پروژمون چیه خدا میدونه. و قراره توی یکی از شورت ویدیو ها پروژه رو لو بدم و توی یکی از اونا قراره پروژه رو لو بدیم. بعد که پروژه رو لو دادم همتون دیگه عشق میکنید و میفهمید پروژه چیه، چی به چی هست، چی به چی نیست. خب ما اومدیم داخل بوردمون و الان قرارش میکنیم. راستی ما قرار بود تا خارمزه تکن بدیم تا جا داره. حالا همجا خوبه. خب بچه شاید فکر کنید خیلی کمه ولی خیلی زیاده. به صدایی که میاد توجه نکنید بچه، آخر مهمان داریم. نمیدونم تو اتاق خودم زن کنم، چون که تو اتاق خودم صدا خیلی بیشتره بچه ها. اگه صدا هم ضعیف میاد ببخشید دیگه. این ماینکرافت نسخه جاوا نیست و نسخه بدراکیشنه که واقعا خیلی هم خوب بدراک، ولی من جاوا رو خیلی بیشتر دوست دارم. بچه این قسمت قرار کلا کامل کنیم. کامل نه، حالا قرار اینجا رو پر کنیم. رسیدیم. هورا. اینجا رو من زدم که بفهمم وسط کجام. حالا بذار ما اینم بزنیم دیگه. چقدر دوره این. بچه اگه دوستان یکی از سریال بریم بدوارز پلی بدیم حتما لایک کنید که برم بدوارز نماز کنم و براتون بدوارز رکورد کنم. بچه امیدوارم که از سریمو خوشتون بیاد و واقعا عالی باشه براتون این سری ماینکرافت و پروژه بزرگ که واقعا برای پروژه کلی قرار بچه ها زحمت بکشن. قرار چند نفرم باشیم، چند نفر. قسمت دونه میاد و به احتمال زیاد 3 یا 5 قسمت باشه. اصلا زیاد نمیتونیم رکورد بکنم. رکورد نمیکنم من براتون اکثریت جاها رو، همه جا رو رکورد میکنم براتون با دوربین گوشی یا گوش دیگه‌ای، ولی 100% براتون رکورد میکنم. در این شکی نیست که رکورد میکنم. من 4 دقیقه گذشته بچه ما از زمین دور شدم. از وردی که توش اسپان شدم چه بیدم راحت‌تر بازی کنم.
بچه ها برگشتم. من یه دقیقه صدام کردم کار داشتم، 2 دقیقه‌ای اومدم. حالا باید اینجا من ریدم تو این زندگی. اشکال اون ورا شهرمون میکنیم، این ورم خونم میکنیم. قبوله بچه ها؟ من بعد اینجا رو صاف میکنم بعد از اینکه توی این قسمت آف رکورد اما کار کردیم. مثلا اون یه قسمت رو پر کردیم، این قسمت که بیخیال شیم. این قسمت میمونه برای یه پارت یا 2 پارت دیگه. واقعا خیلی سمه. همینجا رو پر کنیم بهترین کار کردیم. پارت بعدی از اول تا آخرش فقط میریم اون یکیشون رو پر میکنیم، چون که ما قرار نیست زیاد تایم بگیریم، چون زیاد تایم نداریم. توی یکی از ویدیوها من سریع میذارم، به احتمال زیاد امشب این پروژه رو لو بدم قبل از اینکه این ویدیو فکر کنم به دستتون بره. من اینو لو بدم پروژه رو. اوکی خب بچه ها اگه دوست دارید پروژه هر چه زودتر وایرال بشه لطفا بازدیدای ویدیو رو بالا ببرید، حداقل یه 5 تا بخوره بازدید، که پروژه‌ای که قراره کلی کار کنیم. پروژه خیابونی بچه ها. اگر ولاگم دوست داریم بهم بگید که براتونم ولاگم بگیرم. آخه ولاگر شدن خیلی دنده سنگ داره و دوست دارم ولاگر بشم، ولی بازم اگه شما بخواید اگه یه شورت ویدیو در موردش درست میکنم و اینجور چیزا. اوکی بچه ها بالا بیریم، من سریع صبحش کنم، مثلا اینجور چیزا رو نباید بچه چی شد. اوکی بچه ها این قسمت که داریم اینجا رو پر میکنیم، قرار بهتون بگم من با دوستان قرار بیام توی این مپو براتون ضبط کنم ویدیوها رو و قرار این پارت اولش باشه بچه ها، پارت اول، و برای هر خونه قیمتی خواهم گذاشت و بریم که فقط باید اینجا کار بشه. فقط باید اینجوری اوکی شد. فقط طولانیه دیگه، اونا رو فکر کنم توی یه پارت نتونم تموم کنم بچه ها. اینو دارم به زور توی یه پارت جا میدم. اگه هر پارت بخوام 15 دقیقه حداقل رکورد بذارم واقعا توی یه پارت نمیتونم اینو تموم کنم. و اگر دوست داری این شق قشنگتر بشه حتما بهم بگید دوست داری چه شکلی باشه. حالا ما خونه هاشو قرار توی یه پارت جدا همه چی براتون جدا جدا رکورد بکنیم و واقعا هم خیلی سخت رکوردا.
اگه بخوام مثلا یه پارت کل زمین رو شخم بزنم و یا کل زمین رو مثلا چی بود اسمش اینو بکنم، حداقل اگه بخوام یه پارت براتون خونه بزنم حالا اوکی، ولی من اگه بخوام مثلا کلا یه پارت براتون بیام اینجا رو پر کنم واقعا تو یه پارت نمیتونم اینجا رو براتون جا بدم، میام یه کار بهتر میکنم. حالا میگید چه کار؟ اینا رو آف رکورد اگر موافقی آف رکورد کلش رو سبز کنم و بعدشم بیام رکورد کنم خونه بسازم. موافقین یا نه؟ اینو بهم بگید. اوکی بچه ها، حالا فعلا من نمیدونم هماهنگ نکردم با کسی که بخوام شایدم ویلیجر بیارم توی این مپ که مثلا بتونم باش کاری بکنم. کاری آقا کار. حالا دیگه نمیدونم، بستگی به خودتون داره. اگه دوست دارید این سریو ادامه بدم و بیارم براتون، واقعا امیدوارم ویدیو رو لایک کنید. من نمیدونم کسی تون لایک نمیکنه ولی بازدید زیاد میبینه. واقعا نمیدونم. اگه دوست دارید ویدیوی بعدی چیز خوب باشه، مثلا گیم باشه، گیم های مثلا شوتر مثل کالاف کانتر اینجور چیزا، حتما بهم بگین، چون که من تو فکرم براتون گیم مثلا فری فایر، پابجی، اینا امانگا که بهتون گفتم سریش قرار نیست دیگه ادامهشون بدیم، ولی اگه امانگا رو ادامه ندیم روبلاکس هم ادامه نمیدیم بچه ها. روبلاکس هم ادامه نمیدیم کلا. حالا میگید چرا روبلاکس دیگه؟ روبلاکس رو ازمون نگیر و فلان اونا. روبلاکس رو من واقعا دوست داشتم ولی نمیتونم براتون سریشو بذارم، به خاطر همینه من اینجوری کردم. و واقعا قرار کالاف ادامه بدیم، ماینکرافت رو ادامه بدم و حالا یه سری دیگه هم میارم باهاشون، مثل همون سری جدید لیگ ماهی یه دونه ویدیو میذاریم. ماهی چیه؟ برای یه لیگو که داریم تشکیل میدیم، یه لیگ ساده است. اینا فوتباله، لو دادم بچه فوتبال ها که فهمید، ولی قرار نیست کاری بکنیم. قرار ما کلن واقعا بازی کنیم. مثلا فصل 2 داره، فصل 1 داره. ما قرار فصل اولش رو بریم و ببینیم. هر فصل هم تعداد قسمت ها یکیه بچه ها، نگران نباشید. یه قسمت بیشتر باشه نداریم همچین چیزی. فعلا چقدر بود؟ 13 دقیقه بچه ها. بگم باید سریع کار کنم که ببین گفته بودم آف رکورد همه رو کل اینجا رو تموم میکنم. آف رکورد اوکی بچه ها. آف رکورد کل بعد از این کاری کردم من کلش آف رکورد میرم، دوباره بعدش میام یه رکورد قسمت بعدی رو براتون فردا پس فردایی میگیرم دیگه. دنگ و فنگ زیاده. اوکی بچه قبل از این ویدیو حتما برید شورت ویدیو رو ببینید، یادتون همیشه باشه. و دیگه امیدوارم که تا اونجای ویدیو لذت کافی رو برده باشین و من دیگه ندارم کاری دیگه انجام بدم و امیدوارم که تا ویدیوی بعدی حمایت کافی رو بکنید و تا یه ویدیوی دیگه. فعلا خدافظ.